به نام خدا با تقدیم سلام و خسته نباشید خدمت همه شما شاگردای عزیز. خدا کنه همتون جور و صحتمند باشید. درس گذشته را تکرار کرده باشین. امروز هم آمادگی داشته باشین که یک درس جدید را از کتاب بیولوژی صنف هفتم با هم مطالعه کنیم. شاگردای عزیز، روز پیش درباره ایکولوژی و اکوسیستم بحث کردیم. با انواع اکوسیستم آشنا شدیم. درس امروز ما درباره عوامل فیزیکی و بیولوژیکی اکوسیستم هست که این دو موضوع ما شامل صفحات 64 و 65 کتاب بیولوژی صنف هفتم هست. ما روز پیش اکوسیستم را تعریف کردیم و فهمیدیم که ارتباطی که بین موجودات زنده و غیر زنده با محیطشان هست به نام اکوسیستم یاد میشه. اکوسیستم را به دو نوع گفتیم هست. یکیش را گفتیم اکوسیستم خشک هست و دیگهش هم عبارت از اکوسیستم آبی هست و تانستیم بفهمیم مثال های اکوسیستم خشک و آبی کدام ها می باشن. مثلا دشت، کوه، اینا عبارت از اکوسیستم خشک هست. اما یک دریا، بحر، جهیل ها عبارت از اکوسیستم آبی هست. امروز درباره چی میخوانیم؟ عوامل فیزیکی و بیولوژیکی. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. شاگرد عزیز، اهداف درس امروز ما این هست که با عوامل فیزیکی اکوسیستم آشنا شویم، با عوامل بیولوژیکی اکوسیستم آشنا شویم. هر کدامش را بتونیم جداگانه معلومات کامل دربارش داشته باشیم. خب شاگرد عزیز، روز پیش کمی درباره عوامل هم بحث کردیم. عوامل و فاکتورهای اکوسیستم را به دو بخش تقسیم کردیم. گفتیم یکیش عبارت از عوامل فیزیکی هست و دومش عبارت از عوامل بیولوژیکی هست. عوامل فیزیکی را گفتیم عبارت از عوامل چی هست؟ غیر زنده هست و عوامل بیولوژیکی را گفتیم عبارت از عوامل زنده هست. غیر زنده و زنده، عوامل فیزیکی و عوامل بیولوژیکی می باشه. حالا میایم درباره عوامل فیزیکی و بیولوژیکی جداگانه مطالعه میکنیم. وقتی که میگم عوامل فیزیکی غیر زنده هست، منظورم چی هست؟ شاگرد عزیز، عوامل فیزیکی یا غیر زنده مثال هایش عبارت از نور هست، آب، هوا، حرارت، خاک. تمام اینا عبارت از موضوعاتی هست که در یک اکوسیستم عامل یا فاکتور شمرده میشن و شامل عوامل فیزیکی هستند. اگر ما بیایم درباره عوامل بیولوژیکی صحبت کنیم، میگیم عوامل بیولوژیکی شامل موجودات زنده‌ای که در اکوسیستم شامل هستند میشن. پس هر کدام اینا رو جداگانه بحث میکنیم. شاگردای عزیز، مثال هایی را که از عوامل فیزیکی براتون نام گرفتم، اولش را میگیم نور هست. نور چی هست؟ یگانه منبع انرژی عبارت از نور آفتاب هست. نور آفتاب چی را تشکیل میده؟ خود انرژی حیاتی را تشکیل میده. شاگرد عزیز، نباتات و خصوص نباتات سبز یا قسمت سبز یک نبات توسط عملیه ترکیب ضیایی چه میکنه؟ از نور استفاده میکنه، از نور آفتاب استفاده میکنه. به خاطر ساختن غذای خود به نور آفتاب نیاز داره و سبب میشه که امی انرژی نوری را گرفته و به انرژی کیمیاوی تبدیل کنه. یعنی شاگرد عزیز، ما گفته میتونیم که همه موجودات زنده نیاز بسیار مبرم و اساسی به نور دارن. مثال عمدهش نباتات هست که غذای خود را توسط عملیه ترکیب ضیایی و توسط تحت تاثیر نور آفتاب میسازه. انرژی نوری را به چی تبدیل میکنه؟ به انرژی کیمیاوی تبدیل میکنه و مواد کیمیاوی تبدیل شده به شکل مواد غذایی از یک موجود زنده به موجود زنده دیگه منتقل میشه. یعنی همه موجودات میتونن از او استفاده کنن و همه موجودات زنده از او استفاده کنن و برای پیشبرد فعالیت های حیاتی میشه که از او استفاده شود و اونا بتونن که به حیاتیت خود دوام بدن. یک ارتباط خیلی زیاد را به نور نشان داد که موجودات زنده به نور ضرورت دارن. نور یک عامل فیزیکی در اکوسیستم می باشه. دوم را میایم نام میبریم درباره حرارت. حرارت هم یک فاکتور مهم و تاثیرگذار بر یک اکوسیستم هست. حرارت تاثیر خیلی خاص را بالای موجودات زنده داره
مثلا گفتم میتونیم حیوانات خونسرد در فصل زمستان و هوای سرد میرن به خواب زمستانی. شاگرد عزیز، ما گروه حیوانات رو تقسیم میکنیم به حیوانات خونسرد و حیوانات خونگرم. حیوانات خونسرد را میگیم که عبارت از نوعی از حیواناتی هست که در وقت زمستان یا در فصل زمستان اونا به خواب زمستانی میرن و درجه حرارت بالای رشد و نموی دانه های نباتی همچنان رول داره. یعنی بر علاوه که حرارت به یک حیوان خیلی مهم هست، به نبات هم مهم هست. خود رشد و نموی دانه های نباتی تحت تاثیر حرارت هست و ای که حیوانات به این پی میبرن که حال حرارت پایین آمده و باید به خواب زمستانی برن، نیاز به موجودیت حرارت رو برای ما نشان میدن. خب شاگرد عزیز، حالا میایم درباره موضوع دیگه که آب هست بحث میکنیم. آب یک ماده بسیار مهم و حیاتی برای زندگی به شمار میره. یعنی بدون آب موجودات زنده نمیتونن به حیات خود ادامه بدن، به حیات خود دوام بدن یا هم حیاتیتشون حفظ شده نمیتونن. پس گفتم میتونیم آب یک فاکتور بسیار عمده و اساسی در اکوسیستم هست. شاگرد عزیز، آب ایستاده، دریاها، بحرها، جهیلها، همه اینا میاین و اکوسیستم آبی را تشکیل میدن. کدام ها؟ آب ایستاده، دریاها، بحرها، جهیلها، تمام اینا اکوسیستم آبی را تشکیل میدن. پس اکوسیستم آبی خیلی مهم هست. آب هم فاکتور مهم در این اکوسیستم هست. ما انواع محیط های آبی را میتونیم شامل اکوسیستم آبی بسازیم. نام گرفتم بعضی اونا را: دریاها، بحرها، جهیلها، آبهای ایستاده. تمام اینا میتونه که چی را تشکیل بده؟ برای ما اکوسیستم آبی را تشکیل بده. نوع دیگه از عوامل یا فاکتورهای فیزیکی در اکوسیستم شامل هوا میشن. 3 موضوع رو بحث کردیم: نور، حرارت و آب. حالا میایم درباره هوا بحث میکنیم. هوا وقتی میگم منظورم از گازاتی هست که در هوا هست. گازها جزء مهم اکوسیستم هستند. همون قسم که آب مهم بود، هوا همچنان مهم هست. گفتم میتونیم گازی که وجود داره بسیار مهم هست. اکسیژن برای تنفس مهم هست. کربن دی اکساید هم مورد استفاده قرار میگیره. چه قسم؟ کربن دی اکسایدی که در اتمسفر وجود داره، در هوایی که در اطراف ما هست وجود داره، برای عملیه ترکیب زیایی در نباتات خیلی مهم هست. به خاطر که نباتات به خاطر که ترکیب زیایی یا فتوسنتز را انجام بدن، نیاز هست که کربن دی اکساید را از هوا بگیرن، آب را از ریشه بگیرن، تحت تاثیر نور آفتاب بالای قسمت سبز نبات فتوسنتز انجام شود و در نتیجه اونا بتونن غذای خود را که گلوکوز هست به دست بیارن و اکسیژن را برای تنفس ما و شما آزاد بسازن. پس به خاطر عملیه ترکیب زیایی یا فتوسنتز نیاز به این داره نبات که کربن دی اکساید را از هوا جذب کنه، از هوا بگیره. کربن دی اکساید گازی هست که در اتمسفر موجود هست، توسط نبات در عملیه ترکیب زیایی استفاده میشه. نشان میده که چقدر گاز مهم و ضروری به خاطر چی هست؟ به خاطر یک موجود زنده‌ای که ما گفتیم نبات هست. پس همین نشان میده که گازات همچنان بخش مهم را در اکوسیستم تشکیل میده. اکسیژن چه قسم؟ اکسیژن خب همه ما شما میفهمیم که برای تنفس حتمی و ضروری هست. همه ما به اکسیژن نیاز داریم تا اینکه بتونیم تنفس کنیم، تا اینکه بتونیم به حیاتیت خود دوام بدیم. بدون اکسیژن هیچ موجود زنده نمیتونه زنده بمونه و زندگی اصلا ممکن نیست. شاگرد عزیز، بادهای اتمسفر تخمهای نباتات از یک جا به جای دیگه منتقل میسازن. یعنی خود هوا که موضوعات مختلف را در بر میگرفت، گازات را در بر میگرفت، حتی گفتم میتونیم که بادها هم میتونه که تخمها را از یک جا به جای دیگه منتقل بسازه و رول هوا را در اکوسیستم برای ما مشخص بسازن. نوع چهارم را بحث کردیم که هوا بود. نوع پنجم عوامل فیزیکی اکوسیستم را به نام خاک یاد میکنیم. خاک هم یک عامل فیزیکی مهم اکوسیستم هست، اهمیت زیادی داره. گفتم میتونیم که محیط زیست یا محیط فیزیکی موجودات زنده، موجودات خاک برش حتمی و ضروری هست. مثلا گفتم میتونیم حیوانات، بس از حیوانات در خاک لانه میسازن
و همچنان گفتم میتونیم نباتات خیلی نیاز هست که باید در خاک قرار داده شوند تا اینکه در خاک رشد کنن، نمو کنن و مورد استفاده دیگه موجودات زنده قرار بگیرن. پس نشان میده که رول خاک هم در جمله عوامل فیزیکی خیلی زیاد هست. شاگرد عزیز، نباتات را گفتیم که برای علاوه که از خاک میتونن در اونجا رشد میکنن، از خاک مواد را دریافت میکنن. مواد مثل چی؟ آب و منرال ها که توسط ریشه باید دریافت شه و به همه قسمت های نبات برسه. توسط ریشه از خاک گرفتن میشه، از خاک جذب میشه و به دیگه قسمت های نبات انتقال پیدا میکنه. نشان میده که خاک هم بسیار مهم و ضروری هست و یک عامل مهم فیزیکی در اکوسیستم به شمار میره. شاگرد عزیز، ما 5 عامل را بحث کردیم. هر کدام را گفتیم که عبارت از عوامل فیزیکی مهم می باشه که خیلی نیاز هست که ما باید اینا را بفهمیم. حالا باید درباره عوامل بیولوژیکی هم بفهمیم. عوامل بیولوژیکی یعنی چی؟ عوامل بیولوژیکی یعنی عبارت از عواملی هست که یا فاکتورهایی هست که حیاتیت به او بستگی داره. یعنی از زنده جان بحث میکنه، از موجود زنده بحث میکنه. اگر مثال بر شما بتم، حیوانات و نباتاتی که در یک اکوسیستم داخل هستند عبارت از یک عامل بیولوژیکی برای همون اکوسیستم هست. یعنی در کل گفته میتونیم که هر اکوسیستم دارای 3 بخش مهم بیولوژیکی هست. 3 بخش مهم بیولوژیکی را همه عوامل بیولوژیکی شامل میشه و این 3 بخش بسیار مهم و اساسی هست. هر کدامش را باید ما جداگانه یاد بگیریم. اولش عبارت از تولید کنندگان هستند، دومش مصرف کنندگان هستند و سومش تجزیه کنندگان هستند. 3 نوع عوامل بیولوژیکی. تولید کنندگان مثلا نباتات رنگ سبز دارن، نباتات غذای خودشان میسازن. چه قسم؟ پیشتر گفتیم توسط عملیه ترکیب زیایی مواد ضروری خود را میسازن. یعنی مواد خام را از محیط میگیرن، کربن دی اکساید را از هوا میگیرن، آب را از ریشه میگیرن و تحت تاثیر نور آفتاب در قسمت سبز خود میآید و مواد را تشکیل میده. مثلا در برگ سبز یک نبات که حاوی کلروفیل هست، در این قسمت عملیه ترکیب زیایی به پیش میره و در نتیجه گلوکوز به خاطر تغذیه همین نبات استفاده میشه. گفتم میتونیم آب و منرال ها از ریشه جذب میشه، کربن دی اکساید از هوا جذب میشه و بعداً انرژی که وجود داره، انرژی نوری خود آفتاب به انرژی کیمیاوی تبدیل میشه تحت تاثیر عملیه فتوسنتز و سبب میشه که امی پروسه یا عملیه ترکیب زیایی تکمیل شود و عملیه ساختن غذا برای نبات به ختم برسن. که موادی که به دست میاد عبارت از گلوکوز هست که از اون نبات استفاده میکنه و به خاطر تغذیه میتونه که نبات را کمک کنه. شاگردای عزیز، این را به نام چی یاد میکنیم؟ به نام تولید کنندگان یاد میکنیم. چرا تولید کنندگان؟ چون غذای خود را خودشان میسازن. نبات از جمله تولید کنندگان هست به خاطر که غذای خود را خودشان تولید میکنه. اگر کسی از شما بپرسد چه قسم تولید میکنه؟ توسط عملیه ترکیب زیایی با استفاده از مواد خام و اولیه که عبارت از کربن دی اکساید و آب هست میتونه که غذای خود را بسازه. کربن دی اکساید را از هوا میگیره و آب را از کجا میگیره؟ آب را از ریشه میگیره و در نتیجه میتونه که بیاید و غذای خود را بسازه که گلوکوز هست و او را مصرف کنه. پس در گروه تولید کنندگان نباتات شامل میشه. خب شاگرد عزیز، حالا درباره مصرف کنندگان بحث میکنیم. مصرف کنندگان عبارت از موجودات زنده هستند که غذای خود را از نباتات و حیوانات کوچک میگیرن. ما اینا را به نام مصرف کنندگان یاد میکنیم. قسمی که از نامشان پیدا هست، یعنی غذای خود را از کس دیگه‌ای به دست میارن، از موجود زنده دیگه‌ای به دست میارن، از یک نبات تغذیه میکنن یا از یک حیوان کوچکتر تغذیه میکنن. مصرف کنندگان به مصرف کنندگان اولی و دومی تقسیم میشه. و بعداً گروه سوم را گفتیم عبارت از تجزیه کنندگان هستند که این موجودات انرژی خود را از مواد عضوی گندیده شده به دست میارن و میخاطر به نام تجزیه کنندگان یاد میشه. شاگرد عزیز، ما درباره مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان روز بعدی بیشتر میخوانیم. امروز نیاز به این هست که شما خوب صحیح درباره تولید کنندگان بفهمین که شامل نباتات بود. آیا همگی موضوعات درس امروز را فهمیدن؟ که سوال ندارن؟ نه. بسیار خوب.
خب شاگردای عزیز، این بود موضوعاتی که امروز مطالعه کردیم. به ادامه درس امروز موضوعاتی که مانده روز بعدی دربارش بحث میکنیم. شما کوشش کنین که درس امروز را خوب تکرار کنین و سوالاتی که براتون کارخانگی میتونه منظم حل کنین. سوالات کارخانگی شما شامل 2 سوال هست. در سوال اول عوامل فیزیکی اکوسیستم را نام میبرین، دربارشان معلومات میتین. در سوال دوم عوامل بیولوژیکی را نام میبرین و دربارشان 1 خط 2 خط چیزی که یاد گرفتین میتونین که معلومات بدین. روز بعدی کارخانگی همه شما را در کتابچه هایتان میبینم. تا درس بعدی و یک موضوع جدید، همه شما را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.